یوحنا باب 12. 6 روز پیش از عید فیصح عیسی به بیتینی آمد، به آنجا که لعازر مرده را از مردگان احیا کرده بود. در آنجا برای او طعام شام حاضر کردند و مرتا خدمت میکرد و لعازر یکی از آنهایی بود که با او بر سر سفره می نشستند. آنگاه مریم رطلی از روغن اطرفشان سنبولی خالص گرانبها گرفته پایهای عیسی را تدهین کرد و پایهای او را با موی خود خشکانید و خانه از بوی روغن اطرفشان پر شد. و یکی از شاگردانش یهودا ابن شمعون اسخریوت که میخواست او را تسلیم کند گفت: چرا این روغن اطرفشان با 300 دینار فروخته نشد تا که به مسکینان تقسیم کرده داده شود؟ و این را نه از برای آن گفت که غمخوار مسکینان باشد، بلکه برای آن که دزد بود. همیان پول در دستش بود و از پولی که در آن می انداختند برای خود می گرفت. عیسی گفت: وی را آرام گذار، و این را برای روز دفن من سرشته کرده نگاه داشته است. زیرا که مسکینان هر وقت نزد شما هستند، لیکن من همیشه با شما نیستم. بسیاری از یهودیان چون خبر یافتند که او در آنجاست آمدند تا که نه تنها عیسی را بلکه نیز لعازر را که او از مردگان احیا کرده بود ببینند. آنگاه سرکاهنان قرار دادند که لعازر را نیز بکشند، چون که به خاطر وی بسیاری از یهودیان به آنجا می آمدند و به عیسی ایمان می آوردند. فردای آن مردم بسیاری که به عید آمده بودند چون شنیدند که عیسی به یروشلیم می آید، شاخه های درخت خرما را به دست گرفته و پیشواز او برآمدند و فریاد می کردند: هوشعنا، مبارک است پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می آید. و عیسی خرکره یافته بر آن سوار شد، چنان که نوشته شده است: نترس ای دختر سیون، اینک پادشاه تو بر کره سوار شده می آید. شاگردانش اول این چیزها را نفهمیدند، لیکن چون عیسی جلال یافت آنگاه به خاطر آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همچنان برای او به جا آورده شد. و مردمی که با او بودند شهادت دادند که او لعازر را از قبر خواند و از مردگان احیا کرد. به این سبب نیز مردم به پیشواز او برآمدند، زیرا شنیده بودند که او چنین معجزه نشان داده است. لیکن فریسیان به یکدیگر گفتند: آیا میبینید که هیچ فایده نمیبرید؟ اینک تمام جهان از پی او میرود. در بین آنهایی که در عید برای عبادت آمده بودند بعضی یونانی ها بودند. آنها نزد فیلیپوس که از بیت سیدای جلیل بود آمدند و التماس نموده گفتند: ای آقا، ما میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس آمده به اندریاس گفت. بعد اندریاس و فیلیپوس به عیسی گفتند. عیسی در جواب آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر آدم جلال یابد. براستی به شما میگویم، اگر دانه گندم در خاک افتاده نمیرد، فقط خودش باقی میماند، لیکن اگر بمیرد دانه های فراوان می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را برباد می دهد، و کسی که از جان خود در این جهان نفرت کند تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت. هر که به من خدمت می کند باید مرا پیروی نماید، و هر کجا که باشم خادم من نیز آنجا خواهد بود. و هر که به من خدمت می کند پدر وی را محترم خواهد داشت. الحال جان من در اضطراب است. چی بگویم؟ ای پدر، مرا از این ساعت رها نما، اما محض برای همین ساعت من آمدم. ای پدر، اسم خود را جلال ده. در حال صدای از آسمان در رسید: جلال دادم و باز جلال خواهم داد. مردمی که در آنجا ایستاده بودند
این را شنیده گفتند. رد غورید. دیگران گفتند. فرشته با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت. این صدا نه از برای من بلکه برای شما آمد. الحال داوری بر این جهان است. الحال میر این جهان به در رانده می شود و هنگامی که من از زمین بالا برده می شوم همه را سوی خود خواهم کشید. این را گفت تا اشارت کند که با چگونه مرگ او باید بمیرد. مردم در جواب او گفتند. ما از تورات شنیدیم که مسیح تا ابد باقی خواهد ماند. پس چه سان میگویی که پسر آدم باید بالا برده شود؟ این پسر آدم کیست؟ عیسی به آنها گفت. باز مدت کوتاه نور با شماست. تا آدمی که نور با شماست راه روید تا که ظلمات شما را فرا نگیرد. و کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند که کجا می رود. تا آدمی که نور با شماست به نور ایمان آورید تا که پسران نور گردید. این سخنان را گفته عیسی از پیش آنها رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در پیش نظرشان نشان داد، آنها به او ایمان نآوردند تا سخن اشعیای نبی به عمل آید که گفته بود. خداوندا، کی به پیغام ما باور کرد و بازوی خداوند به کی آشکار گردید؟ بنابراین نتوانستند ایمان آورند، چنان که اشعیا باز گفته است. چشمان آنها را نابینا و دلهای آنها را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و رجوع نکنند تا که من آنها را شفا دهم. چنین گفت اشعیا هنگامی که جلال او را دید و درباره او سخن راند. با وجود این بسیاری از سرداران نیز به او ایمان آوردند، اما از ترس فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیشت رانده شوند، زیرا که جلال مردم را بیشتر از جلال خدا دوست می داشتند. لیکن عیسی ندا کرده گفت. هر کی به من ایمان آورد به من نه بلکه به فرستنده من ایمان آورده است و هر کی مرا بیند فرستنده مرا دیده است. من نور هستم که به جهان آمدم تا هر کی به من ایمان آورد در تاریکی نماند. و اگر کسی سخنان مرا شنیده رعایت نکند من بر وی داوری نخواهم کرد، زیرا نآمدم که بر جهان داوری کنم بلکه جهان را نجات بخشم. هر کی مرا رد کرده سخنانم را قبول نکند داوری بر خود دارد. کلامی که گفتم در روز واپسین بر وی داوری خواهد کرد، زیرا که من از خود نگفتم بلکه پدری که مرا فرستاد به من حکم داد که چی بگویم و چگونه سخن رانم. و من میدانم که حکم او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم همان است که پدر فرموده است تا بگویم.